یه نکته توی ساختمون وجود داره که اگر رعایتش کنید 90% از مشکلات ساختمون حل میشه. اگه این مطلب براتون مفید بود حتما برای همکاراتون بفرستید و پیج ما رو حتما فالو کنید، چون نکات بیشتری راجع به ساختمون براتون اینجا به صورت رایگان میذاریم. نکته اصلی و شاکلید قضیه اینجاست. توی توکاری ساختمون باید از یه سری محکم کاریای بیفایده پرهیز کنیم. مثل این میمونه توی توکاری ساختمون، توی نازوکاری وقتی دیوار داریم کار میکنیم دیوارمون رو به ستون نچسبونیم، بیایم از والپست استفاده کنیم. توی کف که زیرسازی میکنیم حتما باید زیر کارمون ماسه بریزیم، بغلای دیوار که میرسه باید فوم بزنیم. روی دیوارا وقتی میخوام تیوی وال نصب کنیم باید روی شاسی کشی نصب کنیم، نه مستقیما اسلب رو روی دیوار بذاریم. این چند تا نکته اگه توی